ما یک بیمار رگ داریم 9 ماه شد عذاب میکشه یا نمود اوکال کنیم اگر میمورد همین حکمش چیست؟ نه اوکالی کشنده نکنید و لیکن مونید عذاب میکشد و اون عذاب الله تعالی از شما دیده به اون آدم مهربانتر است. الله برای بندگانش از مادر به پسرش دخترش یعنی مهربانتر است. الله تعالی این عذاب بیهوده نداده است. این عذاب کفاره گناه ها میشه اگر آدم مومن باشد و رفع درجات میشه. شاید الله تعالی میخواهد که در همین دنیا گناهاش تمام شود و بیگناه وفات کند. بنابراین به دردها صبر کرده میشه. یعنی ما اوکال نمیزنیم که باید سر هلاک شود. نه نعوذ بالله. ممکن است این کشتن است. بگذار به اجل خودش وفات کنه.